این هفته خبر تو خبر داره براتون از گزارش ملاسوز آژانس هسته‌ای درباره تلاش آخوندا برای دستیابی به بمب اتم و اعتراف ضمنی پاسدار سبز علی رضایی به همین داستان. آقای دکتر رضایی، گزارش اشاره میکنه که ایران تا قبل از سال 2003 تلاش داشته برای ساخت سلاح هسته‌ای اقدام کنه. حضرت عالی در اون سالها پیوسته خب در عالی ترین سطوح نظامی و سیاسی کشور حضور داشتید. پاسختون به این ادعای گزارش چیه؟ ببینید، ما اگر این کارو میکردیم واقعا حق داشتیم. اگه ما دنبال این بحث میرفتیم حق داشتیم. دلیلش این بود که طرف مقابل ما که صدام حسین بود مجهز شده بود به شیمیایی و داشت میرفت سلاح میکروبی و اتمی میساخت. یعنی شما تایید میکنید که رفتیم؟ میگم که اونا داشتن به این سمت میرفتن. اگر ما میرفتیم ما حق داشتیم و ایران هیچگاه به طور چیزی نرفته دنبال اینکه بمب اتم بسازه یا سلاح‌های اتمی. یعنی میگه ما میخواستیم همینجوری بی کله بریم واسه بمب، اما یهو ناغافل یه دستی اومد یه پس گردنی بهمون زد و حالمون رو گرفت. حالا بسیجی‌های تو سری خورده رو تصور کنید که از یه طرف باید خبر گل گرفتن سایت‌های هسته‌ای رو بشنون و از طرف دیگه با چنین خبرهایی در مورد پول و پله وزرای کابینه شیخ مواجه بشن. خب معلومه که ناامید میشن. آقای نعمتزاده، شما رو پدر صنعت نامیدند. آقای روحانی، شما پدر صنعت رو در آوردی. واقعا خیانت در حق کشوره. من عرض کردم شما پدر صنعت کشور رو در آوردی، پدر مردم رو در آوردی. شما مردم رو خائن نامیدی. 12 تا شرکت دختر خانمای ایشون سهام دارن بعد از اینکه ایشون خودش رفته کنار. گفتن چطور میشه انسان 30 سال تو جمهوری اسلامی مسئولیت داشته باشه بعد ثروتش برسه به جایی که خودش روش نشه پشت تریبون بگه. آقا به من گفتن دیروز اومدن از وزارت خونه به من گفتن فلانی بعضی حرفا رو نزن مردم ناامید میشن. این نماینده فیوز پریده دلواپسم سیب زمینی رو بهونه کرد تا با یه استعفای نمایشی فیگور جنجال سازی بگیره و برای خودش رأی جمع کنه. رئیس تعاونی روستایی استان فارس اعلام کرده 1700 تن سیب زمینی رو برای جلوگیری از افت قیمت امها یا دفنش کردن. ما این عمل را که الگوبرداری از اقتصاد سرمایه‌داری است خلاف شرف و وجدان انسانی می‌دانیم و به مسئولان مربوطه تذکر می‌دهیم، خصوصا وزیر کشاورزی تذکر می‌دهیم که برکناری آقای دکتر تو کشوری که مردم از گرسنگی همین پریروز اینجا آمار میدادن از گرسنگی به فحشا کشیده میشن، کدوم بی شرافتی به خودش اجازه میده 1700 تن سیب زمینی رو دفن کنه؟ ببینید شما اخطار در موضوع بحث ما باید مطرح کنید، نه اینکه راجع به این موضوع شما اخطار میدید. اخطارتون وارد نیست که من استعفا میخوام بدم. آقا استعفاتون رو بفرمایید. همه بی‌نظمی هایی که انجام میدید نشون بده. اسلامی نیست. سر موقع با درست جواب بدین. حالا میدونیم شما اسلامی درست. با این ژست نمایشی طرف میخواد نشون بده که من بی کله تر از این حرفام. میگی نه امتحان کن. وقتی شاخ به شاخ شدن تو نظام بالا میگیره، اون وقت بازار دستور کنی هم داغ میشه و خودشون شگردای مال مردم خوری خودشون رو میکنن. آقای خاوری هم قبل از خروج از کشور محاسن داشت، چفیه برگردن میانداخت و در راهپیمایا شرکت میکرد و ارزشی مینمود.
همین ظاهر پسندی ها موجب هدر رفتن هزاران میلیارد از سرمایه های کشور شد. منظورش اینه که هر کی فیگور شنا و شیرجه رو میگیره الزاماً شناگر ماهری نیست. تو روزگار کسادی بازار آخوندا یکی هم پیدا شده مثل این حجت الاسلام اگزوز که برای جذب مشتری زده تو خط دیوار مرگ. میخوام شما رو ببرم تو دیوار مرگ، الان تجسم کنین اومدین اون بالا، موتور سواره میاد هندل میزنه و میخواد برنامه‌اش اجرا کنه. خاموش کرد دیگه. آقا خدا لعنت کنه یا خدا رحمت کنه اونایی که بنزین رو گیرون کردن. بگین رحمت کنه. چیکار داری؟ دنبال دردسر. تموم کرد بنزین. یا به یک بنزینی دادم. اینم مارچلو ماستوخیاری نظامه که یابوی هنرپیشگی برش داشته و توی این سکانس مسخره به خیال خودش تأثیرگذارترین دیالوگ تاریخ سینما رو گفته. ولی یه مشکلی دارم حل نمیشه. 20 ساله. میدونم اون مشکلی که شما داری میخوای حل بشه، میخوای به نفعت حل بشه یا به ضررت حل بشه؟ به مصلحت هم حل بشه. به نفع. اگه مصلحت هم میدونی؟ شما نفع خودتو میشناسی؟ نه. خیلی. چرا میدونه من هیچکی رو ندارم، این هم صداش میزنم. ادعونی استجب لکم. کو استجب لکم؟ تو دلت صداش نمیشنوی؟ اگه نمیشنوی که صداش نمیزدی. برو بازیگری تو بذار دم کوزه آبش رو بخور. بازیگری میخوای؟ بیا از این آقا موشه یاد بگیر. بعضی آخونده هم مثل این پهنیان نه بلدن صدای موتور در بیارن نه بلدن هنرپیشگی کنن و همین دلیل دست میکنن تو پستوی امامشون رو از این روزه ها جور میکنن. امام نگو، تانکر اشک و گریه بگو. بنده بعید میدونم عاطفی ترین خانم ها، احساساتی ترین خانم ها به اندازه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه احساساتی و عاطفی باشن. اینقدر که از ایشون گریه نقل میشه، اشک ریختن حکایت میشه، خانوم ها اینقدر اشک نمیریزن. اینقدر حضرت امام مقدار اشک ریختنشون در اواخر عمر شریفشون خصوصا زیاد شده بوده که حوله میبردن برای نماز شب کنار سجادشون میگذاشتن. این دستمال کفایت نمیکنه. اینم همون حجت الاسلام آکتوره که تو مرور خاطرات خودش گریزی هم به مراد اولش میزنه و در حالی که اشک و احساسات امونش نمیده میگه قبل از امام مرید هیتلر بوده. مخصوصا من رو هیتلر خیلی مطالعه میکردم و بیانات و سخنرانی هاش رو خیلی با علاقه دنبال میکردم. کتاب نبردمن هیتلر مطالعه کرده بودم. نحوه سخنرانی و صحبتش چگونه اثر داره، خیلی واضح، خیلی شفاف حرف میزنه. سیاستش افشاگریه، با احساس صحبت میکنه. تو این آشفت بازار نظام آخوندهای بی امامه‌ای مثل این بزبز قندی هم هستن که تخصصشون سرهمبندی دروغای شاخداره. یعنی طوری خالی میبنده که احتمالاً خود کریستوف کلمب هم به شک میفته که کاشف قاره آمریکا خودش بوده یا یکی دیگه. کریستوف کلمب وقتی که با کمک دریانوردان مسلمان بر اساس نقشه های اونها، با قطب نمای اونها، با کمک دریانوردان و کشتی های
دریا نوردان و ملوانهای مسلمان و پنهانی مخفیانه مسلمان بودن. با کمک اینا اصلا آمدن به آمریکای لاتین. مسلمین قبل از اروپایی ها آمده بودن در قاره آمریکای لاتین. خود کلمب در سفرنامش، کریستوف کلمب میگه ما به جاهایی که رفتیم سکه هایی با ضرب عربی، سکه های لا اله الا الله دیدیم در سواحل کوبا و سواحل کجا و مناره مسجد دیده. اما از این خالی بندی ها که بگذریم میرسیم به اصل حرف که همون اعتراف به شکسته. یعنی خودشون به زبون خودشون میگن فیلترینگ و این حرفا جواب نداره، جوونا کار خودشون رو میکنن. الان بحث فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در این حال که یه چیزی نیست که بشه حذفش کرد، نمیشه دیگه، تبدیل به یه تهدید میشه، کما که الان متاسفانه اینجوری شده. الان بیش از 90% جوانهای ما مرتبطن با اینترنت، مرتبطن. این آخوند فلک زده هم از همه جا مونده و از همه جا رونده، افتاده به دست و پای جوونا تا اینترنت رو ول کنن و رو بیارن به منبر. جوانهای عزیز، مبادا این فضاهای مجازی، گوشی‌های همراه شما را از خدا و معنویت و مقدسات و دین جدا کنه. اینها سم بعضیاش، اینها دوستان ما نیستن، دشمنان ما هستن، میخوان عقاید جوانهای ما رو برباین، بدزدن. جذب شدن جوونا به فضای مجازی تو روز 16 آذر یه چنین نتیجه‌ای داشت. دیگه شما خودتون تا آخر خط رو بخونید. و اما حاشیه‌های تأسف‌بار در روز دانشجو و در دانشگاه شهید چمران اهواز. این حاشیه‌ها منجر به مصدوم شدن مسئول بسیج این دانشگاه شد. دلقک خمینی که خودش یکی از دوغکی ترین شغل‌ها رو توی نظام داره، داستان مشاغل پوشالی تو نظام ولایت رو اینطوری تعریف کرده: من مدیر کلم، حتما باید راننده داشته باشم. نیروهای دولتی خیلی هاشون بیش از 2 ساعت تا 3 ساعت کار ندارن بکنن. همینطور این کیه مدیر کل عطسه، اون کیه مدیر کل صرفه، اون کیه روابط عمومی بین عطسه و صرفه، این کیه جنبنده بین عطسه و صرفه، اون کیه هماهنگی بین عطسه و صرفه. همینطور یک مش. این هم فیلمی به یاد موندنی از مدیر کل صرفه که به تازگی توی اینترنت منتشر شده. رشد اقتصادی از سال گذشته در دانشگاه استقلال. شما شعار میدید، صدای من گرفته. اگه عطسه و صرفه شغله، خب اینا پس هر کدومشون برای خودشون یه پا وزیر و وکیلن. در پایان توجه شما رو به رابطه 2 پدر و پسر جلب می‌کنیم که با یک حرکت ساده یک فضای شاد و صمیمی ایجاد می‌کنند.